امروز قراره که قدرت شنواییمون رو به چالش بکشیم و مجازاتمون محلول زهر مار، محلول مرگ. ببین اینا رو نمک، پودر سیر، پودر پیاز، سیر، اسموک پاپریکا، اوریگانو، نمیدونم چیه، فلفل ادمم سیاه فلان، اینم سرکه ته ترشی که با هم هر چقدر دلت میخواد، یعنی برنده میتونه میکس کنه، بازنده باید بره بالا بخوره. بریم آقا میلاد. بریم آقا میلاد. امروز 3 تا چالش داریم که تو شنواییمون رو به چالش میکشیم. همش مربوط به یه سری آهنگه، ولی نکتهش اینجاست که هر کسی که نتونه درست جواب بده علاوه بر مجازات آخری که در نظر گرفتیم، یه برق خوشگل هم اینجا در انتظارش. سوسکی. یعنی اگر اشتباه جواب بده انگشتشو میذاره اینجا و شانس 50-50 داره. و ما دو تایی بذار شیت اینجوری. بریم سراغ چالش. بریم. خب چالش اول، یک سری موزیک معروف ایرانی داریم. موزیک به صورت برعکس پلی میشه و باید تشخیص بدیم که موزیک مال کیه. اول کی؟ اول تو. اول من پلی کنم. اول تو گوش کن. باش. دیکی دیکی دی. حاضری؟ بله. تتلوه امیلینا نه ولی از اوناست. 3 بار بیشتر نمیتونی. یه بار از سوخت. آره. یه بار ای خدا. گفتی تتلو نیست؟ نه. رضا یا اینا؟ نه. بار آخر باید پلی میکنم. اوشت خیلی تابلوه. آره. من آخه اسمش رو نمیدونم خوب. آرمین نصرتی پاراداکس. نه خیلی. انگشتو بذار. کی بود؟ ساسی مانکن. آفرین لیلا. اینجا هم قبلش داشتی میخوندیش. آره. ای خدا. یا خون حداقل یه برق فعلا برای مجازات بگیرتت. نه خود بغلیش. یکیچ. من سلطان چون موسیقیم تو 100 تا حدس اول میتونم جوابو بگم. ببین این آهنگ خیلی معروفه، ولی انقدر معروفه. ببین چرت و پرت گذاشته. ببین انقدر معروفه یعنی برای ماها که مثلا توی این سنی، بعد این گوشا رو که گذاشتیم صدا از این پشت میاد. یه جور عجیبیه. بریم برو بگی جلوتر میاد. همین رضا آینا هست. آره؟ نه همین گروه رضا آینا نیست؟ چقدر سخته. یه بار دیگه پلی کن. اصلا معلوم نیست. راهنماییت میکنم. بکن. آهنگ هم رپ داره هم آره رپه. چیز از چی بگم از خانم مال یاس نیست؟ نه. جز قدیمی ترین رپ ها. یعنی محسن یگانه چاوشی. محسن یگانه چاوشی رپش کجاست؟ جز اصلا تایمایی بود که رپ نمیخوندن مثلا. یا واجه پلی کن. سرد خواب شنم خوب. خیلی تابلو شد دیگه. نه نمیشه فهمید. بگو دیگه ستامو گفتم. آره اگه بود عشق من توی کوچه به یاد تو خوندم. کوروش صنعتی. اسم یارو رو که عمرن نمیدونستم. یه تیکه آهنگش هم میگفتی قبول بود. وای چقدر درد داره لامصب. آهنگ بعدی. این دیگه ببین تابلو ترین آهنگ دنیاست واقعا.
آره قدرت تریاک خیلی تابلو این برعکسش هم تابلوه. سازدون آخه سازدون برعکسش هم همونه اصلا همان بود. آی قدرت تریاک اصلا صدای یارو قشنگ معلومه چه خریتی کرد. یه اشتباه بزرگی یکیش تو آی قدرت تریاک. خیلی اشتباه بزرگی کردم. اشتباه فاحش. بریم وایسا پلی استاپ کن. وای بعد آهنگشو بگی این چون خیلی تابلوه میدونم مطمئنم خیلی معروفه آهای باشه یا نه میدونم. بگو دوستم داری بگو دوستم داری. آره یه حدس دیگه داری وای اینو میدونم. وایسا لا 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 استاپ کن یه بابا یادم نمیاد. نه وایسا نه حدس زدم. وای اینو میدونم. خیلی معروفه دیگه مثلا برای همه آدمای ایران معروف وای وایسا بکن انگشت این تو نه وایسا هنوز وقت دارم. هنوز حدسم نگفتم. داره میگه من انگشت کن انگشت تو بکن تو. وای نگم خیلی زورم میاد. نمیدونم. بگو منو کم داری بگو. وای ملودیشو کمی آقا ملودیشو داشتم میگفتم. بگو رو گفتم گفتی ای بابا دیدی ندیدم دیدی نمیدونم بذار دیدی حدس زدم بذار اگه اون باشه نمیگم خواننده چه میتونم بگم نه تو میدونی چه آهنگی کار دیدی ستاره پر میکنی نامردی بود. دیدی چهرهش رو دیدی بخاطر این فهمیدی. نه صداش معلوم بود دیویه آره دیگه صدا برو اینی که لبه پنجره است میگه نرو من دوست دارم. آره دیگه همین دیگه. باید یه چیزی ازش بگو خب شهرام چیه بابا این بسره تو دبیه آره تو دبیه لامبورگینی داره. نمیدونم ماشینش چیه بابا لبه پنجره بهش میگه آقای خوشگله نرو. اون نیست. نه جمله این نیست اصلا متن نیست ولی همون موزیکه همونه. وایسا حسابش کن آهای خوشگله می‌بینی وای همه آهنگام یادم رفته. آهای خوشگله داری میری نرو فلان لب پنجره میگه نرو. خیلی خراب. بابا این آهنگ ریدت وایسا خاک تو سرت واقعا وایسا آهای بی وفا دیگه دوستم نداری دیگه وای اگه اینو نمیگفتم خیلی قلبم وایسا داشت. اینو اگه بگی که بردی. من خب میریم آخر بازی هر بذاری من کردم این آهنگا چی من میذاری محسن درستانی چه آهنگی اسم من ندیه یا من ریدم با این سلیقه آهنگی انتخاب آهنگ خودش آمیه نیا پیش رو گفتم دیگه الان بگی کدوم هم
دیگه این آهنگ ما دبیرستان که هیچ کس. بودیم. آره دیگه ما دبیرستان داره یه صدای میاد همه در میرن همه در میرن درگیرن. پس این چالش من باختم دیگه. بله بریم چالش بعدی. خب چالش بعدی یک سری صداهای ASMR آقا میلاد. ساوند افکت. صداهای صوتی میگن، افکت صدایی، افکت های صوتی. از این مسخره بازیایی که همون ASMR میگن میکنن روی میکروفون. تیکل از اونها. آره. از این مسخره بازیه. 4 تا نفری مسخره بازی اینا، این دلقک بازیه. کاری که ما میکنیم خوبه. رنده داره میکنه. چوبو داره میترشه. چوب مربوط به چوب نیست؟ چرا هست؟ خب دیگه چوب داره اره میکنه. نه مربوط به چوبه. یه وسیله است خود. از این چیزا نیست که چوبو میکنی. نه منظور این که یه چیزیه که تو استفادهش میکنی. مثلا چوب، خب کمدم چوبه. چوبی که استفاده میکنه. یعنی توش چوبم استفاده شده. چوبی یه چیزی در 2 تا چوب به هم میسابه. در 2 تا چوب به هم سابیده میشه. آره درسته. ولی خب چیه ما؟ درسته دیگه. من بردم. چیه بگو؟ قوطی کبریت. قوطی کبریت رو کجا میمالید؟ قوطی کبریت رو تکون میدید. جای تکون خدای حلقه یه بارش نخوره دیگه حداقل. 2 بار زدم جوارش جفتش خورده. سومیش هم نمیخوره. سه نشه شکر. اینو عمرن نمیتونی بفهمی ها. یه سوال. دم میکروفونه؟ خیلی تاچ میکنه میکروفونه؟ نه فکر نمی کنم خیلی تاچ نمیکنه. میکروفون رو تاچ کنه صدای ذره عوض. این اصلا یه چیزی خودم هم خیلی نمیدونم. بگو دیگه، به من ربطی نداره. اسفنج داره اینجوری مالیده میشه؟ نه اسفنجم نیست. اسلایمه؟ کاغذه اینجوری؟ کاغذم نیست. چیه؟ نمیدونم چیه. پافیاس من خواستم ببینم چی بگم. باید بگی این گوپولیا رو این دایره داره میره. مثل من دیگه چوبی پلاستیکی یه چیزی میتونست. این چیه خود؟ تو داری میبینیش بگو چیه؟ تو ماساژ. این واقعا گردنی نکن. دست رو بذار. منصفانه نبود اصلا. اصلا منصفانه نبود. قشنگ فشار 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 فشار. صفر نگرفت منو خدا رو شکر. این باید از اینایی بود که باگ داشت نگرفت. خب دوباره بزن. گم شد. راحت میگم ببین مثلا سنگ داره میریزه. سنگ اصلا ربطی نداره. سنگ نیست. میتونه توی مواد اولیش سنگ باشه. خب خیلی راهنمای بزرگی کرد. موزاییک اینا یعنی مثلا اینطوری مانند. آره یه میخوام بگمش. موزاییک. نه گچ. هنو حدس داشتم. گفتی که چی رو گفتم؟ خرابش کردی گچه. آره دیگه من فکر کردم یه بار میشه. حواسم نبود. 1-0 خدا شکر از حماقت حریف استفاده کردیم. بیا این داره میزنه ته لیوان. لیوان نیست. کاسه است. کاسه هم نیست. چیه؟ چه ظرفه؟ یا اصلا جز ظرف هاست؟ آره آشقال دیگه اینقدر نزدیک گفتم باید بهم بگی. نکنه لیوانه. لیوانه دیگه مرد. لیوان بود. کوری این قشنگ لیوان بود. تهش معلوم بود آخه. شاید ته ظرف دیگه باشه. لیوان بود. شاید تهش اینجوری باشه یه چیز اینجوری باشه. اینجوری بود. خب برو. آب داره اینجوری میکنه. خب دیگه. صدا خوردن یک حیوانی داره یه چیزی. تو آب داره تمیز میکنه یه چیزیو. به آب ربط داره دیگه. به آن ربط نداره.
آها این داره اینجوری میکنه است. آره نمیدونم. نمیدونی؟ نه تمامه. بله. اینو دیده بودم. چرا اینجا نه اینجا توی خدا رو شکر نگرفت. عمرن دفترچه رو داره اینجوری میکنه. گوش بلبلی بگو نترس. بریدنه؟ نه پاسوره؟ نه ناخوناتو داشتی اونجوری میکردی فکر کردم فهمیدی. ناخون به هم میکشه. بله. این همه صدا میده ناخون. دستتو بذار. خدایا برقی عظیم بفرست توش. ضعیف شده. آقا یعنی چی ضعیف شده؟ بذار از اینجا این صدا نداره. صدای که میاد این که معلوم نمیشه که بابا. صدای پارچه درسته؟ نه آخه این چه صداییه؟ ASMR اصلا صدا نداره. کریم اگه صدای دی دستشو داره میکشه روی چیزی. دستش داره از این چیزا این فرچه ها میکشه روی چیز، از این براشا داره میکشه روی چیزی. درست کن. خب همه قبلی هستی. چسبه؟ نه چسب نیست داره. نه بگو یه بار دیگه. این تا آخره. همینه تا آخرش. بذار بره. بذار بره. همینه تا آخرش. زر نزن. خدا داره یه چیزی سفت میکنه. نه آخرین بار. نه چیزی نگفتم که. جرزنم اینجوری کردی. نه جرزنی نکن. قرار بود بگیم. جرزنی نکن. جرزنی چی؟ بعد میگفتیم دیگه. اون گفتی حرف نزن. جرزنی نکن. باید حرف بزنیم. باید بگی چیه. جرزن عوضی. واقعا نمیدونم چیه. نمیتونه. داشت میمارید به دره. که پاپیوز اینا چیه رفتی پیدا کردی؟ خدایا یه بار برق بگیرتش حداقل. ما رو 40 بار برق گرفت. بریم چالش بعدی. Millada, funny and sneaky, YouTube on fire, the funniest channel in world, destroying the world. خب چالش بعدی قراره 1 یا 2 ثانیه از یه آهنگ رو پلی کنیم و ما باید حدس بزنیم که اون آهنگ حالا یا اسمشو بگیم یا خواننده‌اش نامردیه. خواننده‌اش نامردیه. بعد یا اسم آهنگ رو بگیم یا بخونش. یا اسم آهنگ رو بگیم یا بخونیمش. آره. من پلی کنم اول. آره. فارسی دیگه. اول فارسی دیگه. اول تو. هم رپ هم اینی که پلی میکنم خیلی معروفه. آره. بیشتر از 3 ثانیه هم شد. آهنگشو باید پلی. آهنگ دیگه. بخونه برات. اینو نمیدونم اصلا نشیدم. واقعا؟ دن. خیلی آهنگ معروفیه حقیقت. نشیدم. از خواننده نسل جوان. نشیدم. نشنیدی؟ بگم الان. بگو. سیروان خسروی آهنگ دیوونگی. نشیدم. خب این دیوونگی با تو یه جور دیگه است. به این دیوونگی دست ما دوتا کی هست. بارونه نخورد خدا شکر. خب گوش کن. اینو من شاید بعد 1 ثانیه میشه کاری نکنم. گوش کن. خیلی تابلو بود. فرد حسابی گفتیم 3 ثانیه. خیلی تابلو بود. خب من یه رو گذاشتم تو گوش بدی. اینم آهنگ تابلویی بود. خیلی تابلو بود. میدونی من یه دوره ای از خواننده ها رو اصلا نمیشناسم. این خواننده های مثلا هم دوره بهنام بانی اینا و اون مجموعه ای که توی بله صحیح دوره زندگی میکردن. میدونی یا نه؟ و خوانندگی نمیشناسم. این شادمهر بود. نه خیر نبود.
لا 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 داره چشم رو مشکی با اون موهای زرشکی. انگوشو بزن حالا. شنیده بودی پس؟ نمیدونم کیه. منم نمیدونم کیه ولی آهنگ باحال. بله. اونجا شب رو مشکی. خدایا اون این آهنگ رو راهنماییت میکنم. رپ راهنمایی نمیخوام، من خودم سلطان رپ فارسی. نرینی. اینم اگه رپ گوش کنی فارسی باشی این آهنگ رو همه میشنه. سر زده از افق. نمیدونم اصلا نشنیدیش تو. آهنگ رنگی از رز. افتادم حواسم جمع سوادم کم. آقا باید پاپ میذاشتی نه باید رپ میذاشتی. چی گفته؟ حاضری؟ گوش کن. خب خیلی معلومه. کشی سنا گریه کل تنیم. اون نیست؟ نه بابا اونه دیگه. تو که دست میکشی رو سرم گرمی یه همچین چیزی بود. باید بخونی درست. من اینا در دیوار شنیدم. که دست میکشی رو سرش. نه تا که دست میکشی رو سرم. اینه دیگه. این تیکشو مطمئنم اینه. درست بخونی و یه تیکشو درست بخونی. تا که دست میکشی رو سرم گر میگیره کل تنیم. فکر کنم دارم میگی همینه. آره داره همینه. مرسی از دوستانی که این آهنگو انقدر گوش دادن که منم یادم مونده. فایدم و زمان دیدم به داده بود دیگه بندگان ما بده بدو ولی میدادم نه اون دست خودم میخوام اوجش شنو چه دون میشم اون نبود بابا همونه بایستا پس بگیرم هرچی گفت خیلی آخه شبیه من ریدم دهن مسعود جهانی. بایستا هرچی گفتم و پس میگیرم بایستا میخوام عشقت و دست اون نیست اون یعنی دیگه بایستا تا آخر خدا رو شکر مسعود جهانی شانس آوردم چقدر شبیه هم بودم. گوشم افتاد خدایا فشار بده فشار. ای شرر ای قرر ای فرر یا خیلی آهنگ قشنگی شده. من به شخص خیلی دوستش دارم. الان میره یا آهنگای انتخاب میکنه که مطمئن خودت هم نشی. خیلی من حفظم. زانیار خسروی درسته؟ نه داداش سیروان. خب بعد هنوز وقت داد بابا بذار بگم. خب باشه گفتین اسم سیروان خواننده حسین. که نبود. آره. گفتین یه تیکه از. خب بذار بعد یه تیکش برات میخونم. یادم میخونم. دوست دارم زندگی رو. این ملودی نمیره تو. تون میشه وسطاش. آره. همین دیگه. بالاخره دوست داره زندگی. ته این آهنگ نتیجه میره که سیروان گوش عوضی میدونه من سیروان گوش میدم به خاطر این میذاره. خیلی نامردی. الان یه چیزی میذارم که چیز دونت پاره بشه. از عشقی که گم کردم با تو پیدا شد. آخ ترسیدم ولی دیدی سیروان خسروی میذاری ها پوفیوز. فرزاد فرزی نه خیر اصلا اسم خواننده‌ش هم بگی شعرشو حتی شعرشو خودم هم بلد نیستم. میدونی یا نه؟ میدونی یا نه؟ وقت جلسه نمیدونی؟ بهنام بانی این خیال بذار انگوشو بذار. چیز خوند. بریم برو. تو
کنسرته. کنسرت نیست، آمپلاگدشه. آمپلاگد میگن چی؟ آمپلاگ میگن. سیروان خسروی 100% دوباره داره. با همین آهنگ خدا برنامه امروز خدا نگهدار. سیروان حتما داره. آره باره بابا سیروان یه بار میتونی از یه خواننده بذاری. سیروان بذاری. اینم آهنگ کجایی تو بود از سیروان. کجایی تو خفه شو فقط. کاش میدیدی اگه برق بگیرم فش میدم. من خسته شدم به این زودی. ای بابا. خب میوزو مساوی میبینی شدیم. سنگ کاغذ قیچیش خوبه تا اسمش میاد سنگ کاغذ قیچی میکنیم 3 بار. سنگ کاغذ یعنی قیچی هر کی بکنی. 3 شد هر کی عدد 3 رسید برده. باش بریم. سنگ کاغذ الان چند بار؟ سنگ کاغذ چند بار؟ 52 بار. برو. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. یک سنگ کاغذ قیچی. یک سنگ کاغذ قیچی. 2 1 من سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سلطان سنگ کاغذ قیچی ایران. یک محلولی برات درست کنم که بخوری همینجا بری. بریم سراغ مجازات این هفته. Millard and Millard, funny and sneaky. YouTube on fire, the funniest channel in world, destroying the world. Millard and حوصله Millard. فکر کردن ندارم حقیقت. کلا یکی از مشکلات زندگیم اینه که زیاد فکر نمی‌کنم. اصلا فکر نمی‌کنی. گشنم هم هست هر موقع مجازات گشنت رو باید بیای اون دفعه اینو هم بخوری. این اون دفعه هم آبلیمو خوردم تا چه معجونی براش درست کنم. ببین هیچ چیت نمیشه. موز خوردی هیچ چیت نمیشه. اول مقداری نمک میخوام اضافه کنم که نمک کوههای هیمالیا. واقعا بلند شم. ببخشید. هر دو سایه به خونت رحم کن. یه قلوب میخورم. نه خیر بعد همه‌شو بخوری. بابا فشارم میفته. یه قلوپ گند. ببین مردم ناراحت میشن. وقتی که مجازات افتاده مردم گردن ناراحت. من نه دیگه. مردم ناراحت میشن. مجازات الان مجازاتی بوده که در گردن من نیافتاده تا الان. چسبه بود فقط. چسته چی؟ چسبه بود که به منم چسبوندی هنوز جاش هست. آه آره دیگه خدایی زدی. الان دور داریم با پای بدون پشم میریم باشگاه. خیلی زشته. یک مقدار سیر یکم زیاد شد ولی این برای معده خوبه. من مامانم همیشه میگفت که سیر باید بخوری. پودر پیاز نداره زیاد. درسته. آها پودر پیاز دهنم افتاد. نه منم دهنم افتاد. پودر پیاز فلفل یکم زیاد شد ولی بازم میگم برای سلامتی مفیده. اوریگانو نمیدونم چیه ولی پیتزا جعفریه نمیدونم یه چیزی بود. پاپریکا پیاز جعفری. نه این یه چیزی هست. پاپریکا دیگه واسه سلامتی میگن خیلی مفیده. این پاپریکای اسموکیه دودی. خب وای اوه بو پیتزا میده. اوه اینو بخوری میمیری باور کن. احتمالاً خدا چیزی میشه دیگه میگیرم ازت. هیچ ربطی نداره. آقا جلو دوربین این داره میده من بخورم. ببین ربطی نداره. هر گونه مسئولیتی رو من از خودم سلب میکنم. دیسکلیمر. فقط بو کن ببین چه بویی میده. واقعا بو پیتزا میده. به خاطر این سس پاپریکای اسموکیه. این پودر پاپریکا. خب چقدر باید بخورم؟ یه قلوپ خوب بخور دیگه. یه قلوب. نه یعنی زیاد بخور. واقعا کم نخور. چرا دهنم افتاده؟ آره دهن من افتاده. آخه یه سریش باید پخته شه اسم. نه خیر همش خام. من دیگه حالا اینو دیگه مطمئنم. گشنم شد. منم گشنم آجی اینو. حالا بخور بعدم میریم چیز می‌کنیم. قشنگ تکونش بده که چیز شه. برو بالا. یهو برو بالا. یا میمیری یا نمیمیری دیگه. چه دو تا گزینه آسون جلوته. یا میمیری یا نمیمیری. حالا بخور ببین چی میشه. خوب بخور. برو خوب بالا. اوف بده پایین. یا اول یه چیز تند نمکی سیریه. وای پیازو اشکم یا اشک منم در اومده. چه زیادم خوردم. چه
خود اون آب ترشیه خودش داستان بود. راست میگی پوفیوز. من ته ذهنم این بود که اون آبه. نه آب ترشی بود. میدونستم. سرکه بود اون. یادم رفته بود. میدونستم. واه ولی برای فشار تو چربی برای بالا هیچ چیت خوب نیست واقعا. چرا چربیت بالا باشه من که اون ببین دیگه گول تو از وقتی که اونا رو خوردم دیگه نمیخوام. ولی من میگم به احترام مردم همونم برو بالا. میری؟ چرا به احترام داره؟ نه خوب نی واقعا نخور. امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه. تا اپیزود بعدی خدافظ. خدا نگهدار. ببین من یه بار دیگه ببازم، یعنی تو زندگیم این همه نباختم. این شانسم میاره. پوفیوز اسید میدم. موز میخوری؟ نه بابا ما رو با موز.